این همه دو به شرف کی میشناسد؟ این چی حال است که این دو بدزاد در کوچه ها و در پیش چشم مردم به حیایی را عادی نشان دادند؟ یک زن و مرد که نامحرمند به هیچ شرم و حیا همدیگر را بغل کشی کرده و بوسابوسی دارند. آیا چنین رفتار به شخص مسلمان مناسب است؟ از الله شرم نمیکنید؟ شما در زمینی زندگی میکنید که الله شما را میبینه و فرشتگان عملهای شما را مینویسند. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند برای شخص بهتر است که با سوزن آهنین به سرش زده شود از آن که به زن نامحرم دست رساند. اگر دست رسانده چنین خطری بزرگ باشد، پس چی گفتن ممکن است درباره بغل کشی و بوسه کردن در پیش مردم؟ این گونه عملها سبب پخش شدن فحشا و بی‌حیایی و فساد و از بین رفتن حیا در جامعه می شوند. مسلمان کسی است که خود را نگاه می دارد، چشمش را نگاه می دارد و از هر کاری حرام دوری می جوید. پیش از آن که مرگ ناگهان فرا رسد توبه کنید. پیش از آن که در نزد الله جواب دهید خود را اصلاح کنید، زیرا روزی می آید که انسان از هر عملی خود حساب داده می شود.